با عرض سلام و خسته نباشید خدمت پیج گرامی. یه چیزی میخواستم عرض کنم بابت حاشیه سازی این چند وقت اخیر تیم شهید قندی. متاسفانه تو پیجای مختلف و روزنامه های شهر یزد چیزهایی رو دیدیم که دیگه جایز دونستم یه صحبتهایی بکنم. اولا متاسفم برای قسمت مدیریتی باشگاه شهید قندی که فکر کنم بهشون لازمه یادآوری کنم که تو جلسه کمیته انضباطی از من خواهش کردن که من از بخشی از شکایت خودم کوتاه بیام تا مشکلی برای تیمشون تو همه 7 مسابقه پیش نیاد. خواستم یادآوری کنم بهشون که لطف من بود که تونستند الان اینجا جدول باشن. اگه ما میخواستیم میتونستیم راحت 7 بازیشون 3-0 بشه بابت اون جعلی که کرده بودن. خودشون هم میدونن چیه. و رأی کمیته انضباطی اومد و حتی اگه یادشون باشه من تو کمیته انضباطی خواهش کردم از آقای حسن زاده که باشگاه و بازیکن رو محروم نکنن. حالا یه اشتباهی صورت گرفته و رأی اومد 3-0 به نفع ما شد. کمیته استیناف همون رو تایید کرد. البته لازم به ذکر اینو بدونید که مدیر عامل عزیز باشگاه شهید قندی تو جلسه کمیته انضباطی بابت اون رضایتی که من بهشون بعد از بازی ما دادم گفته بودن که ما دیگه شکایتمون رو ادامه نمیدیم و شما این رضایت رو بده، ما دیگه ادامه نمیدیم، که ما رضایت بهشون دادیم. وصف حال بابت قضیه کمیته تعیین وضعیت، اگه عزیزان اوایل رأی رو نشون بدن که نشون نمیدن، صراحتا توش قید شده من به خاطر ادامه دار پیدا نکردن موضوع هزینه دادرسی رو نریختم و طبق قولی که بهشون داده بودم که حتی اگر نیاز باشه فایل صوتی که مدیر عامل محترم باشگاه شهید قندی به من زنگ زد و از من خواست که آقا شکایتتون رو ادامه ندید، رضایت بذارید، اگر نیاز باشه اون فایلم صوتیشم پخش میکنم که دیگه این عزیزان اینجوری صحبت نکنن. با همه این تفاصیل باشگاه شهید قندی هیچ اقدامی بابت بازی 3 امتیاز نمیتونه بکنه و اگر رأی شما کمیته تعیین وضعیت رو مطالعه کنید توش صراحتا قید شده که من بابت غرامتی که از باشگاه شهید قندی و بازیکن میخواستم هزینه رو واریز نکردم و اینا رأی به اونا دادن. توی بندهای رأی هم اومده که جعل و امضای زیر رضایتنامه در صلاحیت رسیدگی به کمیته تعیین وضعیت نمی باشد. خواستم این قضیه رو توضیح بدم که تا دیگه عزیزان این داستانات جدید رو ادامه ندن بابت بازی که رو در رو با ما دارن بخوان حاشیه سازی کنن و اگرم بخوان ادامه بدن ما مجبور میشیم کارهایی بکنیم که شاید در شأن مردم گیلان نباشه. ما یاد گرفتیم که یه ذره خویشتن‌داری کنیم. تا امروز هم سکوت کردیم، چیزی نگفتیم، فقط به خاطر حفظ آبرو بوده. خواستم این رو خدمت مدیر عامل و تمام عزیزان شهید قندی که همه عزیز ما هستند بدونن این 3 امتیاز به هیچ وجه بر نمیگرده. حالا آقای مدیر عامل به خاطر روی دادن به تیمشون یا تو چیزهای دیگه این جملات میگه درست نیست دیگه. خودشون میدونن داستان چیه، کی جعل کرده، چجوری جعل کردن و همه این داستانات رو میدونن. خواهش میکنم دیگه تو زمین بازی با ما بازی کنند. این مسائل روح روانی سعی نکنن تیم ما رو به هم بریزن. ما تیم ما با قدرت جلوشون بازی میکنه و نتیجه هم تو زمین بازی بهشون میگیم. مرسی، خیلی ممنون. روز و ایام خوبی داشته باشید.